ادامه محرومیت دختران از آموزش. اظهارات طالبان در مورد مکتب‌های دختران واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه شده است. مبارزه طالبان در برابر فقر. طالبان میگویند 4000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کردند. نگرانی سازمان ملل از ویرانی‌های پس از سیلاب‌ها در پاکستان. آنتونیو گوترش با آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر پاکستان دیدار کرد. و ادعای کیف در پیشروی جنگ در برابر روسیه. ارتش اوکراین اعلام کرد که در یک ضد حمله بیش از 3000 کیلومتر مربع را از کنترل نیروهای روسی خارج کرده. وزیر معارف طالبان میگوید مردم در مناطق دوردست نمیخواهند دختران بالاتر از سن 16 خود را به مکتب بفرستند. نورالله منیر روز یکشنبه در ترینکوت مرکز اوروزگان گفت که طالبان با فرهنگ مردم آشناست و خلاف آن اقدام نمی‌کند. بسته ماندن لیسه‌های دخترانه انتقادهای زیادی را برانگیخته. وزیر معارف طالبان در نشستی در ترینکوت افزوده که این گروه برای آموزش دختران شرایط مناسبی را با توجه به فرهنگ مردم آماده خواهد کرد. روزګان بازار نه ویلې د اروپا لمنو په کلیو کې سپینګرو نه پښتنه وکي خپل ته درک معلومي کته په جماعت کې پښتنه وکي چې 2% سپینګری 2% خلک دې ته تیار دي چې خپل 14 کلنه ولا سکلنه لور مکتب ته ولي نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جامعي کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده او دغه کلتور د هغه څه ده چې ډېر وخت حکومتونو په خیال کې نه ده ساتلی نو له هغې نه پاڅونونه را جوړ شوي دي او د هغې په خلاف باندې فتوای راغلی دي. بعد از به قدرت رسیدن طالبان این گروه لیسه‌های دخترانه را بست و بارها اعلام کرد برای بازگشایی این مکاتب روی یک طرح کار می‌کند. این سیاست طالبان انتقادات داخلی و جامعه جهانی را برانگیخته و هر از گاهی مردم و عالمان دین در مرکز و ولایات مختلف با برپای گردهمایی خواهان بازگشایی تمام مکاتب شدند. هفته گذشته مردم و مدیران 5 لیسه در پکتیا برای دختران بالاتر از صنف 6 دروازه مکتب را باز کردند، اما روز شنبه طالبان دوباره این مکاتب را بستند. به دنبال این اقدام طالبان دانش آموزان دختر در گردیز مرکز این ولایت به خیابان‌ها آمدند تا به اقدام طالبان اعتراض کنند، اما طبق اظهارات منابع محلی طالبان شماری از دانش آموزان و اعضای خانواده آنها را بازداشت و تهدید کردند تا دوباره تظاهرات نکنند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به اعتراضات دانش آموزان دختر در پکتیا بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه از سوی طالبان شد. همچنان شماری از بانوان در حمایت از اعتراض دانش آموزان دختر در پکتیا میگویند که عملکرد طالبان در قبال مردم به ویژه زنان و محروم نگه داشتن آنان از حقوقشان به مثابه نگه داشتن افغانستان در تاریکی است. دور نگه داشتن زنان افغانستان از تحصیل و تعلیم و منای عزیز که افغانستان در تاریکی نگه داشته باشند نگه دارن و همچنان افغانستان به دور از رفاه و ترقی در آینده خواهیم داشت. اظهارات اخیر وزیر معارف طالبان در مورد مکتب‌های دختران نیز با واکنش تند شماری از زنان معترض به همراه شده است. طالبان از زنان باسواد می‌ترسند. دانش آموزان پکتیا را رها کنید. دانش آموزان پکتیا را رها کنید. مردم افغانستان هم زن و هم مرد طرفدار باز شدن مکاتب دختران هستند. زمانی که اینها یک قسم یک گپ میزنند و میگن که مردم افغانستان راضی نیستن که دختران 16 سالشان به مکتب بروند، مثل همیشه اینا دروغ میگن. دختران پکتیا که امروز به پای ایستاده شدن و از حقشان دفاع کردن و از خود شجاعت نشان دادن، ما از شما حمایت میکنیم و در کنار شما هستیم. طالبانی که میگن که فامیلای دختران نمیخواین که دخترانشان به مکاتب بره کاملا دروغ است. این گروه وحشی اصلا اجازه نمیدن که دختران به مکتب برن. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء طالبان اعلام کرده که کمیته جمع‌آوری گداهای این گروه تاکنون نزدیک به 4000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کرده. این دفتر گفته که از این میان تنها حدود 1200 نفر گدای واقعی هستند و به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی شدند. در اعلامیه دفتر ملا برادر آمده که از جمع 3953 گدا در شهر کابل
2774 نفر آنان زنانند و 31 نفر کودکان بی‌سرپرست. به نقل از این اعلامیه از جمع گدایان زن 811 نفر مستحق و 1963 نفر حرفه‌ای شناخته شدند. دفتر مولا برادر گفته که زنان گدای مستحق برای کمک نقدی به جمعیت هلال احمر افغانی معرفی شدند. به گفته این دفتر در جمع حدود 4000 گدا در شهر کابل 810 کودک نیز شاملند که 325 نفر آنان مستحق و 454 کودک دیگر حرفه‌ای بودند. طالبان گفتند که از خانواده‌های کودک گدای حرفه‌ای تضمین گرفته شده که کودکانشان را به گدایی نفرستند. طالبان میگویند برای گدایانی که به حرفه‌ای آشنا داشته باشند پس از بیومتریک زمینه کار فراهم می‌کنند. در همان حال به گدایان واقعی که نمی‌توانند کاری انجام دهند پول پرداخت می‌شود. دبیرکل سازمان ملل در پایان سفر 2 روزه خود به پاکستان از چندین منطقه ویران شده از سیل دیدار کرد و گفت سیلاب‌ها خسارات غیرقابل تصوری بر جا گذاشته. باران‌های موسمی و ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در کوه‌های شمالی پاکستان در هفته‌های گذشته سیلابی را برانگیخت که دست کم جان 1391 نفر را گرفته. با انتشار آمار سنگین تلفات سیلاب‌ها آنتونیو گوترش به پاکستان سفر کرد تا در زمینه آگاهی‌دهی جهانی، جمع‌آوری کمک‌های بشردوستانه و جلب توجه در مورد سیلاب‌های پاکستان کمک کند. در اثر جاری شدن این سیلاب‌ها مناطق وسیعی زیر آب رفته و صدها هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. دولت پاکستان میگوید زندگی نزدیک به 33 میلیون نفر مختل شده. پاکستان خسارات ناشی از سیلاب را 30 میلیارد دلار تخمین زده است. نخست وزیر پاکستان و دبیرکل سازمان ملل در دیدار از مناطق آسیب دیده گفتند که خرابی آب و هوا و تغییرات اقلیمی دلیل عمده سیلاب‌ها بوده است. ارتش اوکراین اعلام کرده که در یک ضد حمله سریع بیش از 3000 کیلومتر مربع را در شرق اوکراین از کنترل نیروهای روسی خارج کرده. ارتش اوکراین در حال روز یکشنبه 11 سپتامبر این خبر را نشر کرده که روز گذشته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور از بازپسگیری حدود 2000 کیلومتر مربع خبر داده بود. روز گذشته اوکراین اعلام کرده بود که نیروهایش وارد کوپیانسک که یک مرکز مهم تدارکاتی نیروهای روسیه شده است. هنوز منابع مستقل ادعای موفقیت اوکراین در بازپسگیری مناطق را تایید نکردند. وزارت دفاع روسیه عقب نشینی نیروهایش از برخی مناطق را تایید کرده اما گفته که نیروهایش برای تجدید قوا از شهر ایزیوم در نزدیکی کوپیانسک خارج شدند.